به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، امروز با قاعده دیگری از قاعده های قرآنی خواهیم بود. قاعده بزرگ قرآنی که به حیات روزمره ما تعلق دارد. زندگی چی بسا خوش است اگر طبق قاعده های قرآنی گذرد. قاعده های خالق یکتا، پروردگاری حکیم و علیم و دانا. قاعده های قرآنی که آن را فرو فرستادن، نازل نموده تا بندگان حیات خود را در چارچوبه این قواعد بسازند و سعادتمند باشند. قاعده امروزه ما دوستان عزیز به مسئله مناسبت با دیگران تعلق دارد، یا انیقترش و انصاف در مناسبت. انصاف آن خصلتی که خیلی عزیز است، خیلی کمیاب و نادر است. این قاعده در قرآن عظیم 3 مراتبه تکرار شده. هر مراتبه در ضمن قصه پیامبر بزرگوار شعیب علیه السلام. این قاعده قسمت از سخن حضرت شعیب است که قومش را خطاب کرده، گفته و یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. شعیب علیه السلام به قومش گفت ای قوم من، پیمانه و ترازو را پره کنید، یعنی ترازو زنی مکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اشیای مردم را کم ارزش محسابید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین فسادکاری مکنید. آنگونه که معروف است قوم شعیب به یک مصیبت بزرگ یا به یک گناه کبیره مبتلا شده بودند که آن عبارت از ترازو زنی بود. در مناسبت، در خرید و فروش این عادت زشت در آنها رواج یافته بود و این پیامبر بزرگوار قومش را در این آیه ها و در دیگر آیه هایی که از قصه او نقل می کند نصیحت کرد، پند داد که ای مردم، این کاری بسا گناه است، چنین مکنید، حق مردم را مخورید، ترازو زنی مکنید. اما در این نصیحت این پیامبر این عباره جالب آمده، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اشیای مردم را کم مبینید، کم مدهید، ارزش کم قائل مشوید، انصاف داشته باشید. یعنی این آیه کریمه خاصی اشیای حسی یا اون چیزهایی که خریده می شود، فروخته می شود نیست. و عباره دیگر، این آیه خاصی معامله در بازار نیست، بلکه در مناسبت با کسی دیگر. هر آن چیزی که جانب دیگر دارد، چه حقی حسی و مادی باشد و چه حقی معنوی، نباید در آن ترازو زنی کرد. نباید در مناسبت با آن کس، نباید در اعتراف به حقوق آن کس به انصاف بود، بلکه باید حق او را ادا کرد. چه حقی حسی باشد از مال و متاعی که می‌خرد، و یا چه حقی معنوی باشد، قدر انسان، ارزش انسان، خوبی‌های انسان، رفتارهای نیکی کرده، تاریخی درخشانی که دارد، امروز خطایی کرده مثلا، نباید حق او را ضایع کرد و نادیده گرفت. این عمومیت آیه را امامان بزرگواری از مفسران نیز اشاره کردند. مثلا امام طبری میگوید سخن پروردگار حکایه از حضرت شعیب که قومش را گفت لا تنقصوا الناس حقوقهم، یعنی حقوق مردم را کاسته مکنید، نسبت به آنان ناحقی مکنید. التي يجب عليكم ان توفوهم كيلا او وزنا او غیر ذلك. آن حقوق چه پیمانه باشد و چه حقی در وزن ترازو باشد او غیر ذلك، یا هر چیز دیگر باشد. یک نفر طول عمر خوبی کرده، خصلت‌های نیکی زیاد داره، یک روز می لغزد، آن لغزش او را گرفته، او را بها داده، این انصاف نیست. این هم یک نوع دیگری ترازو زنی است، اما در حقوق معنوی، در بازار نه، اما در مناسبت با اون شخص می باید انصاف را رعایت کرد. اگر نیکی هایش بیشتر است و عیب هم که دارد که هیچ کسی به عیب نیست، خوبی های او را نباید فراموش کرد، نباید نادیده گرفت. و این خیلی قاعده بزرگ اخلاقی است واقعا. امام طبری میگوید او غیر ذلك، چه آن حقی در پیمانه باشد یا در ترازو باشد یا در چیزی دیگری. امام قرطبی نیز گفتن ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ای لا تنقصوهم مما استحقوه شیئا، هر چیزی را که مردم مستحق است، سزاوار است،
آن را کاسته مکنید، آن را به او بخشید، به او دهید. انزل الناس منازلهم. حدیث دیگر است، مردم را در مقامی که شایسته است نگرید و گذارید. از بس که همه پیامبران در اساسهای دعوت، در اساسهای رسالت با هم مشترکند، این پند و نصیحت حضرت شعیب به امت آخرین نیز روانه است. به عباره دیگر به این قانون قرآنی، به این قاعده قرآنی، آن گونه که قوم شعیب علیه السلام وظیفه دار شدند که عمل کنند، امت آخرین نیز باید عمل کند. این از اساسهای رسالت است که از یک پیامبر تا پیامبر دیگر دیگرگون نمی شود، تبدیل نمی شود، تغییر نمی یابد. دوستان عزیز، قرآن عظیم شان حتی در مناسبت با کافران مؤمنان را امر کرده که رعایت عدالت کنند. فرموده ولا یجرمنکم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. بغض و کینه طرف دیگر باعث نگردد که شما عدل را فراموش کنید. دشمنی شما جای خودش، اینکه کافر است، اینکه فاسق است، اینکه فاجر است، اینکه ظالم است، این جای خودش. اما اگر از او خصلت نیکی سرزند، این بدبینی شما باعث نگردد که این خوبی را دیده نتوانید. دنیا تنها از رنگ سیاه و سفید عبارت نیست، بلکه رنگ‌های دیگر نیز وجود دارد. میتواند ظالمی بدبخت از او خصلت نیکی سرزند، میتواند کافر خصلت‌های نیکی از او دیده شود. بنابراین هر چیزی را میباید به ترازوی عدل و انصاف برکشید. قرآن به ما امر کرده ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا. شیخ الاسلام ابن تیمیه در زیر این آیه میگوید فنهى ان يحمل المؤمنین بغضهم للكفار على ان لا يعدلوا، فكيف اذا كان البغض لفاسق او مبتدع او متأول من اهل الايمان فهو اولى ان يجب عليه ان لا يحمله ذلك على ان لا يعدل على مؤمن و این کان ظالما له. ببینید شیخ الاسلام میگه اینجا ای بنده خدا، ببین که خداوند اجازه نداده که بدبینی مسلمان نسبت کافر باعث شود که او عدل را فراموش کند. در مناسبت با او، در مناسبت با کافر باید عدل را فراموش نکند مسلمان. میگه کجا رسد که اگر آن بدبینی نسبت فاسق یا بدعتکار یا تعویل کننده از اهل ایمان باشد، این شایسته تر است که با او عدل را رعایت کرد. بعضا دیده می شود که یک طالب علم، حالا نمیگیم دانشمند، بلکه طالب علم نظری کدام یک عالمی را، فقیه را، امامی از امامان بزرگ اسلام را قبول ندارد. برای اینکه آن نظر را قبول ندارد، همه آثار آن امام را زیر سوال و زیر شبهه میبرد. اون نفر را با همان آثار و تالیفاتش شخصی بد می حسابد. این اصلا از خصلت پیروی قرآن نیست. با کافر باید انسان رعایت عدالت کند، خوبی او را از بدی او باید جدا کند. کجا رسد به یک امامی برجسته اسلام که 999 خوبی و نیکی دارد و در کجای از مسائل شرعی لغزیده که هیچ کس معصوم نیست. خطا به هر انسان، به هر فرزند آدمی وارد است. بنابراین میباید انسان با عدالت باشد. باید به عباره دیگر باید به این قاعده قرآنی عمل کند. اصلا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. خداوند عزوجل و پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده که بگوید و اعلان کند و امرت لاعدل بینکم، به من امر شده که با شما عدالت را رعایت کنم. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا این قاعده قرآنی را عمل کرده. ببینید دوستان عزیز، در صحیحین آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اصدق کلمه قالها شاعر قول لبید الا كل شيء ما خلا الله باطل. صادق ترین بیت شعر، یعنی زیباترین بیت شعر و درست ترین بیت شعری که شاعری گفته سخنی لبید است. منظور پیامبر صلی الله علیه و سلم لبید ابن ربیعه است، شاعر مشهور عرب. این بیت شعر را لبید در حال گفته بود که کافر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا مثلا می توانست که شعر حسان بن ثابت، شعر عبدالله بن رواحه، شعر دیگر صحابگان شاعر خود را تحسین خواند. اما از بس که انصاف دارند، شعری این نفر را ثنا میخوانند، تحسین میگویند که در حالت کفرش، در حالت جاهلیت گفته است. این چون صحابگان بزرگوار نیز به این قاعده قرآنی عمل میکردند.
وقتا حضرت علی با خوارج جنگید، شمشیر کشیدن، لشکر کشیدن، از حضرت پرسیدن که آیا آنها کافرند؟ حضرت گفتن که نه، کافر نیستند. من الکفر فروا، از کفر اصلا فرار کردند. گفتن آیا منافقند؟ گفتن منافقان لا یذکرون الله الا قلیلا، خدا را کم ذکر میکنند، یعنی اینها خدا را زیاد ذکر میکنند، اینها منافق نیستند. گفتن پس کی هستند اینها که با آنها می جنگیم؟ گفتن اخواننا بغوا علینا، برادران ما هستند که بغوا علینا، با ما ظلم کردن، سرکشی کردن، به خاطر سرکشیشان جنگیده ایستادیم، نه کافرشان میگیم نه منافق. یعنی از این دیده انصاف بزرگتری هست. قوت دارد، لشکر دارد، شمشیر در دست دارد، اما انصافش نمیگذارد که آنها را به هر وصفی که شایسته نیستند یا به هر وصفی ظالمانه وصف کند. میگه نه کافرن نه منافق. پس میباید مسلمان در مناسبت به دیگران، در مناسبت به هر شخصیت، با دوستی، با همسایه، با همکار، با همسر، با فرزند، باید این قاعده قرآن را عمل کند. نباید خوبی ها را نادیده گیرد. اگرم لغزشی سر زد، اگرم خطای سر زد، خطاها را در پهلوی نیکی ها باید در ترازو وزن کشد. و خوبی ها وزنین تر که آید، باید او را بهای خوب دهد. به امید آشنا شدن با قاعده های قرآنی و به امید ساختن زندگی با سعادت، زندگی خوش در پرتو قرآن و قواعد قرآن، در حفظ و امان خداوند باشید.